رفقا درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیدم و اینجا کانال تکسکیوب، جاییه که قراره با همدیگه وارد دنیای شبیه سازی معماری بشیم. اگه تا به امروز مدل سازی فضای آشپزخونه و کابینت ها کار سخت و زمانبری برات بوده توی استودیو مکس، امروز میخوایم به کمک یه اسکریپت فقط و فقط توی چند دقیقه یه کابینت دقیق و اصولی رو با همدیگه بسازیم. پس اگر علاقه‌مندی به این سبک از محتوا، ممنون میشم که کانال من سابسکرایب بکنید، رو اون زنگوله هم بزنید که هر موقع من ویدیو جدید رو داخل کانال گذاشتم اولین فردی باشی که ازش مطلع میشی. اگر موافقین بریم سراغ آموزشمون و نکاتی که در این باب وجود داره با همدیگه یک بار مرور بکنیم. قبل از اینکه بخوایم به بررسی پارامترهای اسکریپت کیچن کابینت بپردازیم، لازمه که به چند تا نکته خیلی خوب دقت بکنیم تا در زمان استفاده با کمترین باگ یا مشکل روبرو بشیم. خب نکاتی که میخوام بهتون بگم در واقع مربوط میشه به این که وقتی شما اون در واقع طرح یا نقشه مربوط به طراحی کابینت یا آشپزخونه‌تون رو دارین، حتما بایستی موضوعاتی که قرار از این روش استفاده بشه حتما اسپلاین بسته باشن. یعنی یه وقتا این طرح‌ها، این چیزی که حالا من توی استودیو مکس کشیدم، خب خیلی ساده است، خیلی هم زمان کمی گذاشتم برای شما. حالا هر جور که توی طرح‌ها و نقشه‌های خودتون داری، قطعاً به این نکته که میگم بایستی برسین تا بتونی از این استفاده بکنید. خب ببینید الان تمامی این مدل هایی که اینجا میبینید به صورت جدا جداست، یعنی یک خط تکی نیست مثل اون چیزی که توی نرم افزار اتوکد شروع میکنید به ترسیم کردن، به اون روش نیست. چیزی که اینجا اهمیت داره اینه که ما بتونیم موضوعات بسته یا اسپلاین های کاملا کلوز رو داشته باشیم. خب روش های ترسیم به صورتی است که حالا شما از ابزارهایی که توی بحث ابزارهای شیپ وجود داره میتونید کمک بگیرید. از لاین میتونید باشه، رکتانگل هست، حالا هر روش یا متدی که خودتون توی بحث مدل سازی دارید برای پیاده کردن یه همچین نقشه. این نکته اولی بود که در موردش بایستی حتما دقت بکنید. اگر که به این موضوع دقت نکنید، قطعا مثلا شما نمیتونید از این اسکریپت استفاده بکنید. نکته دوم اینه که شما در زمانی که موضوعات مشابه دارین و دارین از دستور کپی استفاده میکنین، هرگز از حالت اینستنس کپیاتون رو نگیرید، چون باعث میشه نتیجه کارتون یه چیز دیگه بشه، یا کلا دفرمه میشه یا یه باکس کاملا بسته رو بهتون میده. یعنی اون حالت کابین و اون حفره‌ای که ما توی بحث کابینت داریم برای اون اتفاق نمیفته. و در نهایت هر موقع با مشکلی روبرو شدین، قطعا این اسکریپت رو ببندید، یه بار دیگه رانش بکنید و بتونید ازش استفاده بکنید. میتونه توی مراحل بعدی اگر که این اسکریپت کار نکرد، صحنه‌تون انتقال بدید به یک فایل جدید، یعنی یه بار سیستمتون رو ببندید، نرم افزارتون رو ببندید، باز بکنید و توی یک فایل جدید شروع بکنید به ترسیم کردن. الزامی نداره همزمان هم تو اون پروژه‌ای که دارید کار میکنید بخواید این کار رو انجام بدید. برید توی فایل جدید کلا کابینتتون رو بسازین، بعدم اون فایل رو بیارین ایمپورت بکنید توی حالا اون طرح یا پلنی که دارین یا اون مدل سازی فضای داخلی که دارین، بعدم توی اون قسمت ازش استفاده بکنید. پس این چند تا نکته‌ای که بهتون گفتم خیلی اهمیت داره. حالا بریم سراغ استفاده و نحوه استفاده از این اسکریپت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب من یه مقدار این فایل رو اوربیت میکنم تا بدونیم اصلا به چه صورت است. ما توی این روش چندین تا عمق مختلف داریم توی کابینت. یه سری هستن که به صورت کابینت های زمینی هستن با عمق های مختلف، کابینت های در واقع دیواری هستن با عمق های کمتر، و در نهایت حالا شاید این قسمت بالا یه مقدار باز عمقش بیشتر از قسمت پایینش باشه. خب توی مرحله اول من سعی میکنم که اون در واقع آبجکت هایی که عمق های یکسان دارن رو انتخاب بکنم. میام همه این قسمت های کابینت های زمینی رو انتخاب میکنم، اینها و اینها. یعنی با سلکت کردن این بخش فقط تونستم نگاه بکنید این بخش ها رو انتخاب بکنم. این قسمت ها کاملا همه توی یک عمق قرار گرفتن. توی این قسمت کادر شما میتونید هر عمقی را که میخواین براش تعریف بکنید. من اینجا 60 رو عددش رو انتخاب میکنم، روی این گزینه میزنم. ببینید فرایند ساخت کابینت برای ما داره شکل میگیره، دونه دونه داره ابزارها مدل سازی شکل میگیره و برای ما ساخته میشه. حالا اگه یه دونهشون هم انتخاب بکنیم، میبینید یه دونه رکتانگل بوده که پایش همین بوده،
اومده از در واقع مودیفایر شل استفاده کرده و در نهایت یه دونم ادیت پالی داده که تونسته این حفره رو بسازه. یعنی توی من دونه دونه اینا رو خاموش بکنم، یه رکتانگل بوده، اومده شل داده، بعد اومده یه ادیت پالی بهش نسبت داده، اصلا پالیش رو انتخاب کرده برده نهایت یه مقدار عقب‌تر. کل سیستم مدل سازیش به این صورته. منتها چون داره در قالب اسکریپت برای ما پیاده میشه، خیلی سریع برای ما میتونه این جنریت کردن رو شکل بده. خب پس تا اینجا تونستیم اینها رو بسازیم. حالا تو مرحله دوم من میخوام بیام این قسمت های پایین رو بگیرم. یه وقتایی هم بهتون بگم اگر تو این نمایی دارید کار میکنید آزاردهنده میشه، مثلا قراره مثلا اینو انتخاب بکنم، این در واقع موضوع سه بعدی پشتش انتخاب میشه، خیلی راحت میتونید بیاید اینجا فیلتر بکنید، بزنید رو حالت شیپ دیگه، با خیال راحت اون موضوعات دو بعدی برای ما انتخاب میشه. فقط حواستون باشه کارتون تموم شد بایستی برگردین روی حالت حالا آل بذارین، جیومتری بذارین، هر سلکشنی که میخواین از این بخش انتخاب بکنید دیگه. من الان انتخابم صورت گرفت، برای این بخش مثلا میذارم توی عمق 35 تا. یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید کلا برای ما این عمق این بخش ها هم ساخته شد. فقط یه مشکلی که شاید اینجا وجود داشته باشه که این کابینت هایی که قراره این قسمت عقب‌تر باشه برای ما جلو گذاشته، اهمیتی نداره چون تو مرحله ساخت درپا هنوز ما کار داریم، میذاریم کارمون که تموم شد، بعدم همه رو میتونیم انتقال بدیم به قسمت عقب‌تر. خب اجازه بدیم من فعلا فیلترامو بزنم رو حالت جیومتری، یه مقدار برای اینکه شما نمایش بهتری رو بتونید توی ویوپورت داشته باشین. اینو یه متریال بهش بدم، متریال از موتور ویره‌ای هم کمک میگیریم. خب نسبت دادم، اینجا رنگ اینم میذارمش به رنگ مشکی. ببینید پس تا اینجا به این شکل شد. خیلی راحت تونستیم با یک کلیک ساده تو این اسکریپت تمام موضوعاتی که ساخته بودیم رو بهشون حجم بدیم. خب من از حالت ایزوله خارج میکنم، فیلترامو برمیگردم رو حالت آل. این بار میخوام تمامی درب‌های کابینت رو مدل بکنم. خب پس فیلترامو دوباره میذارم رو حالت شیپ که موضوعات دو بعدی فقط برای ما انتخاب بشه. اینجا دیگه فرقی نمیکنه، همه درب‌ها رو من میتونم با یه دونه عمق بهش نسبت بدم. خب دو مدل درب داریم اینجا، دربی داریم که به صورت ساده است، دربی داریم که حالا یه قابی داره و یه شیشه، فکر میکنم در نهایت با دو جنس متریال میتونید براش تعریف کنید. من هر دو حالت رو بهتون میگم، ولی فعلا روی حالت معمولی شما میتونید اون ضخامت اون درب رو که 2 سانتی متر هست رو انتخاب بکنید. من اینجا روی این گزینه میزنم، میبینید دونه دونه باز دوباره داره اون فرآیند مدل سازی برای ما شکل میگیره. صبر میکنیم تا عملیات به اتمام برسه. این بخش هم ببینید، میبینید خیلی راحت دقیقاً تو موقعیت خودش الاین میشه و برای ما اون شکل میگیره. حتی خیلی جالبه بدونید که اون جزئیات یه فیلتای نرمی که حالا توی این قسمت ها داریم اونم برای ما شکل میگیره. حالا باز دوباره من فیلتر میکنم روی حالت جیومتری که بتونیم اینا هم یه متریال دیگه بدیم. آها اینجا رو فقط من یادم رفت، من اینو نمیخواستم ساخته بشه، میتونم اینو دیلیتش بکنم، حالا یه جایی برای مایکروویو یا هر چیزی که حالا توی ذهنمون هست. پس تا اینجا تونستیم این کار رو انجام بدیم. خب حالا من این فیلتر رو گذاشتم روی جیومتری، اینو باز دوباره متریال میدم، یه متریال دیگه میگم، یه مقدار رنگش رو تیره تر میکنم. اینا خیلی اهمیتی نداره، من فعلا برای اینکه شما بتونید بهتر ببینید اینا رو دارم انجام میدم. خب پس تا اینجا تونستیم خیلی راحت این کار رو انجام بدیم. توی قسمت بعدی هنوز کار ادامه داره، اون قسمت کابینت هایی که حالا قرار شد ببریمشون عقب‌تر توی مرحله آخر. من یه دور دیگه میتونم روی یه دونه از این موضوعات مثلا اینو پاکش بکنم، اون قسمتی که بهتون گفتم بیام مثلا انتخاب بکنم، روی حالت دوم درب رو بسازم تا شما فقط فرقش رو ببینید چه اتفاقی میفته. میبینید الان کلن یه دونه این رنگ بنفشی که میبینید میتونه برای متریال شیشه استفاده بشه و در واقع یک دری که یه مقدار متفاوته، یعنی دو قابه شده.
میتونه حالا این به عنوان یک موضوعی که دوست دارین ازش استفاده کنید، ولی فکر نمی کنم اینجا خیلی به کار ما بیاد، پس ما اینو ازش صرف نظر میکنیم. بعد همون حالت قبل میتونه خیلی مناسب تر باشه. اینا برمیگردونیمش متریالش رو به حالت خودش. خب توی مرحله آخر اضافه کردن جزئیاتی مثل دستگیره ها باز توی این اسکریپت برای ما وجود داره. میتونیم از تایپ هایی که توی این بخش وجود داره، یعنی 3 مدل دستگیره رو برای ما گذاشته، استفاده بکنیم با سایز های مختلف که اینجا براش قرار گرفته و همچنین به صورت عمودی افقی بودنش. پس اینجا میتونیم تایپش رو مشخص بکنیم. مثلا من میذارم روی تایپ 2، اندازه دستگیره 12 تا 22 سانتی متری و اینکه اینجا شما میتونید به صورت عمودی افقی مشخص بکنید. من یه دونه‌اش رو انتخاب میکنم، مثلا روی این موضوع، و دکمه ساخت دستگیره رو میزنم. میبینید چقدر دقیق تونست این کار رو برای ما انجام بده. حالا بعد از اینکه تولید شد شما میتونید موقعیتش هر کجایی که میخواین بذارید، مثلا بذاریدش اینجا. برای همه میتونید با این روش استفاده کنید، تایپ ها یا مدل های مختلف، یا مثلا به صورت افقی که میتونه برات ساخته بشه. البته من موضوعی رو انتخاب نکردم اینجا، بهتره که اینجا این رو انتخاب بکنید. خب این به صورت افقی و اون به صورت عمودی. خب این تا اینجا به این صورت شد. من تمامی پارامترها رو با هم دیگه بررسی کردیم. یه در واقع گزینه آخر میمونه برای ساخت صفحه کابینت و اون حالا جزئیاتی که توی قسمت پشت قرار میگیره. خب من دیگه نیازی نیست به این موضوع، اینا رو پس انتخاب دلت و دلت میکنم. خب برای ساخت این قسمت هم ما نیاز به یک مسیر داریم، پس بهتره که این دوتا کابین رو من فعلا انتخاب بکنم، آلت کیو رو بزنم تا ایزوله بشه. از رکتنگل به کمک اسنپ این سطح مقطع رو میکشه، یعنی این مسیری که قراره به عنوان یک صفحه کابینت برای ما شکل بگیره ساخته میشه. خب برمیگردیم به حالت کلی، موضوع انتخابه و روی این گزینه کلیک میکنید تا اون صفحه کابینت برای ما ساخته میشه. میبینید خیلی دقیق این بخش هم برای ما ساخته شد. حالا میتونم هر دوتا موضوع رو انتخاب بکنم و باز از یه متریال مثل این رنگ استفاده بکنم. خیلی ساده میشه پس کابینت با این روش ساخت و خیلی هم وقت زیادی براش صرف نکرد. اما اون باگایی که بهتون گفتم الان نوبتشه. بذارین این دوتا بخش رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. قبلش بریم سراغ این بخش. من این قسمت ها رو باید انتخاب بکنم، فقط اینا رو یه مقدار مووشون بکنم. اگر اینجا رو 60 گرفته باشیم، این رو حالا نمیدونم 35، باید 25 تا بیایم عقب فکر میکنم. بله در جهت محور Y 25 تا میایم عقب. خیلی راحت پس این بخش هم برای ما ساخته شد. حالا اگر که ببینیم در ویوپورت ما به این شکل مدل سازی شکل گرفت. پس خیلی ساده میشه این بخش ها رو پشت سر گذاشته. بریم نکته هایی که توی این بخش وجود داشت رو بهتون بگم. اول اینکه گفتیم موضوع باید بسته باشه، یعنی شما اگر قراره از ابزار لاین استفاده کنید که بایستی حتما این رو ببندید. پس این مشکلی نداره. از ابزارهایی مثل رکتنگل استفاده کردیم و اینجا اومدین کپی گرفتین. کپی رو در حالت اینستنس گرفتین. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر من بیام این رو بگم که ساخته بشه، اینجاست که این باگ اتفاق میفته و فرم کاملا یه چیز دیگه میشه. دو تا روش دارین برای، یا باید بیاین دونه دونه این کار رو انجام بدین، یا اینکه اگر نمیخواین اینجوری برای شما ساخته بشه بایستی همه اینها رو از حالت کپی های معمولی بگیرین. الان هیچ مشکلی نداره. این دوتا رو من بگیرم، بذارید حالا اینم پاک بکنم، یه ذره عمقش هم بیشتر بکنم. این دوتا رو میگیرم. ببینید الان به باگ خوردیم. اشکال نداره، توی یه همچین مواقعی شما اصلا اسکریپت رو ببندید. ببینید الان برای ما یه باگ ساخت.
اینا طبیعیه کاملا. حالا خیلی خوب شد که این باگ اتفاق افتاد تا شما با روند کار آشنا باشید. یه بار کلا اسکریپت رو میبندید. برای ران کردنش هم و استفاده کردنش به این صورتی که شما میتونید اسکریپتینگ رو باز بکنید روی گزینه ران اسکریپتی که داخل کانال من قرار میدم میتونید براش بیاین اون آدرس رو بعد از اینکه دانلود کردید بهش معرفی بکنید و اینجا رانش بکنید. خیلی راحته. پس اینجا گزینه ران اسکریپت و اسکریپتی که دانلود کردید آدرس رو بهش بدین و انتخاب بکنید برای شما پنجره اجرا میشه. خب این دوتا رو انتخاب میکنم 60 و به این صورت. ببینید الان اتفاقی پس توی این موضوع نمیفته. خب حتی میتونید شما اگر که در واقع کپیاتون اینستنس هست بیاین دونه دونه حالا اینا رو انتخاب بکنید یا میک یونیکش بکنید یا در واقع حالا اگر که خیلی سخته این مسیر براتون میتونید حالا اونایی که در واقع کپی های چیز دارن بذارینم در حالت اینستنس بگیرم. اونایی که عامل وراثتی دارن رو میتونید از کجا میفهمم عامل وراثتی دارن؟ وقتی یه دونشون رو که انتخاب بکنم اینجا برای ما این دکمه روشنه، بقیه‌شون به این صورت در واقع نیست دیگه. درسته؟ میتونید همه اونایی که به یک شکل هستن رو انتخاب بکنید، رایت کلیک، حالا کانورت تو تیبل اسپلای میکنید، یعنی اینا دوباره انگاری که یک واحد جدا شدن. پس به این شکل با خیال راحت این کار رو انجام بدید. در نهایت اون چیزی که بهتون گفتم، اگر که همه این موارد نتونست برای شما نتیجه بخش باشه مجبور میشین که دیگه برین از یه فایل جدید، یعنی بیاین یه صفحه‌تون رو ریست بکنید، یه فایل جدید بسازید، دوباره از نو سعی بکنید که این اسکریپت رو ران بکنید و ازش استفاده کنید. امیدوارم که از این اسکریپت بتونید استفاده کنید حالا توی پروژه‌هاتون و نهایت لذت و کار با این اسکریپت رو ببرید.